مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد، دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد. همیشه و در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت خود را یگانه مالک، یگانه مسئول و یگانه مأمور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده، وضعی به رضایت و رأی مردم ننهد. تر از همه به حاصل خشونت‌ها و بیرحمی‌ها، افزوده شدن ناراضی‌ها و انتقام خواهان و برگشت کنندگان از انقلاب و دین است و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار می‌شود. آقای عبدالله صمیمانه چون پاسدارا و غیره اونا که اطراف بودن باید با فحش و دشنام اونا وارد مجلس بشین. یعنی شما وضع ما نیست بازرگان و اون حالت سلامت نفسش و غیره اینا رو نگاه بکنی و ببینید با چه وضعی وارد می شده و با چه می گذشت به ایشون، این دیگه شاید اون خاطره رو به یاد نیاریم بسید. نتیجه ثانیان ها اگه ثانیان به اینجا بود که نفت بسیار خوبه یه جور ادامه میگیم. نوبت به مجلس بازرگان که میشد تقریبا همه می اومدن، بیشتر هم می اومدن برای اخلال در نطق که وسط نطق داد بزنن، صحبت بکنن. قدرت باید در دست روحانیون باشه و بقیه باید به عنوان کارگزار اونا عمل بکنن، هرچی اونا میگن اینا عمل بکنن. خب این روحیه برای افرادی مثل ماها که در نهضت آزادی بودیم، مرحوم مجلس بازرگان، قابل قبول نبود. ما ضمنی که به روحانیت احترام قائل بودیم اما یه حق ویژه‌ای براشون قائل نبودیم. ما معتقدیم مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن، به حکومت روحانیون رأی ندادن. ولی آخرین یه مسئله دیگری در سر داشتن، بحث دیکتاتوری الصلحاء از اونجا مطرح شد. این مسائل رو مطرح می‌کردن آرام آرام و ما می‌دونیم که خب این امکان پذیر نیستش. از تقریبا خرداد سال 58 یعنی 3-4 ماه بعد از تشکیل دولت بود که ما احساس کردیم که دیگه نمیتونیم اون نخست وزیری که بخواد برای ملاقات با وزرا اجازه بگیره این برای لا جرس خوبه. مگه من هویدا هستم یا امام محمد رضا شاه هستم که آب خوردن رو اجازه بگیره؟ اصلا چه ایرادی بود؟ چه حرفی بی معنیه؟ یک خدا در مملکت و یک قانون و یک مجلس و یک دولت و یک محور. این آرزویی بود که شب وقتی سر می‌رسیم به رخت خواب این بود که انشاءالله چنین روزی باشه. و حالا خیلی متاسفم که بعد از 9 ماه که می‌خوایم ببینیم این آرزوی ما تحقق پیدا نکرده، بلکه با نگرانی هم توأمه.
قانون این است که می‌بینیم با این مجلس بررسی قانون اساسی و تغییرات عمیقی که در قانون اساسی دادن، بیم این میره که بعد هم باز مملکت چند قطبی باشه، مملکتی باشه که باز کسی تکلیف خودشو ندونه، عوامل متعددی روی دولت و روی مسئولین عمل بکنه، قطب اداری، قطب اجتماعی، قطب سیاسی، قطب دینی، قطب نمیدونم اقتصادی، و این بزرگترین ما با این نگرانی بزرگ ترک میکنیم که مملکت بعد از قانون اساسی و بعد از تصویبش باز هم دچار هرج و مرج و بی تکلیفی باشه و حاکمیت ملت که جانشین خداست، خدا و خلق، این حاکمیت نباشه، حاکمیت طبقاتی ولو طبقه روحانی برش وجود داره. جغد بارون خورده ای تو کوچه فریاد میزنه، زیر دیوار بلندی یه نفر جون میکنه. کی میدونه تو دل تاریک شب چی میگذره؟ اصلاحات مختلف پدر بزرگ که برای ساخت ملت قاضی و برای نسبت آزادی بود از دست گرفتنش برای ما خیلی از تاریکی ها خسته شده، همه درها به روم بسته شده. ما از نظر اسلام و از نظر قرآن، همونطور که در این آیه که جزو شعارهای نهضت آزادی شده استماع فرمودید و اطلاع دارید، اصولا خدا در اینجا میگه که خداوند که قادر مطلقه و حکیم و عالم و گرداننده مالک همه جاست، تغییری در وضع یک ملتی یا یک قومی نمیده مگر اینکه اونا خودشون تغییر بدن.